لیکن باز وقتی این برادر پیشنهاد کرد، گفتن صورت میبراید از ممکن دولت‌های روسیه باشد، دولت‌های امریکا باشد، یک صورت دختر میبراید. یک روز یک برادر دیگر برای من پیغام کرد که همین در جمعه رسان، پیغام اونم در ذمه ما شرط است. میگوید جوانها امروز اینترنت میآموزند، ما کو طلبگاریم. جوانهای عزیز، من شما یاد داشته باشین در روزهای جمعه جوانهایی که مکتب خوان بودن من نمیگذاشتم که مسجد آیند. گفتم رو درس هاتون خوانید، از درس ها نگریزین. همون مکتبی که علمی که میآموزین همون هم علم خداست. علم دنیا علم خدا هست، علم آخرت هم علم خداست. ما نمیگذاشتیم. گفتن جوانها اینترنت میآموزن، امروز کامپیوتر میآموزن. ما طرفدار هستیم که امروز جوانها کامپیوتر آموزن، اینترنت آموزن، زبان انگلیسی را دانند، زبان عربی را دانند، همه زبان دانند. لیکن میگوید میدانید که در داخل اینترنت اینا چیکار میکنند؟ اینها با طریق اینترنت زنا میکنند. چگونه؟ در اصل وجود داشت، من این داشت، این سخن من شنیده بودم. لیکن باز وقتی این برادر پیشنهاد کرد، گفتن صورت میبراید از ممکن دولت‌های روسیه باشد، دولت‌های امریکا باشد، یک صورت دختر میبراید. از این طرف این جوانی ما و شما، از اون طرف اون دختر با یکدیگر صحبت میکنند و در حالت صحبتشان سر میکنند. مثال وای از اونجا میگوید تو لباس تا بدر کن، کرتت بکش، و یا کرتش بدر میکند. وای از اون طرف این جوان تماشا دارد، این جوان از اینجا اون زن تماشا دارد. وای لباس میکشد، فلان شکش، فلان ش میکشد، با طریق همون اینترنت با یکدیگر زنا میکنند. آیا این گناه نیست؟ نخواد در اینترنت ما و شما وقتی داخل میشویم اینقدر علمهای زیاد ماندگی، اینها را آموختن برای ما و شما ضرور است، نه با طریق اینترنت زنا کردن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید العینان تزنیان و زناهما النظر. همین برابری است که آنتناها همه منفساد کرده است، بس نیست؟ رسول اکرم میگوید چشم ها هم زنا میکند. زنای چشم چیست؟ نظر کردن بر حرام کرده های الله، این هم زنا میکند. جوانای عزیز بسیار هوشیار باشید، کار کنید که حیاتاتون از دست ندهیم. ما امروز غم دخترهامون میخوریم، لیکن همون بچه‌ای که در مکتب میخواند و همون هم زناکار باشد، همین هم یک داغ همون خاندان ما و شماست. بسیاری ما و شما یک عقیده نادرست داریم که بچه هر کاری کند کردن گیرد، لیکن دختر نکند. چی بچه دستی به زنا زند، چی دختر دستی به زنا زند، هر دو در گناه برابر است. هر دو این ما و شما را شرمنده میکند.